مهدی طارمی متولد 27 تیر 1371 در بوشهر. او بازیکن ملی پوش فوتبال است. او تا دیپلم بیشتر درس نخوانده، اما از 6 سالگی فوتبال را زیر نظر پدرش شروع کرد. سپس به پرسپولیس رسید و حالا در قامت مهاجم در تیم ملی می درخشد. او با 187 سانتی متر قد و 79 کیلوگرم وزن راست پا می باشد، اما توانایی بازی با پای چپ را هم دارد. مهدی طارمی در محله بوشهر به دنیا آمد. پدرش علیشاه طارمی از بازیکنان حرفه‌ای فوتبال و مادرش نیز خانه‌دار است. پدرم یک بازیکن دفاع وسط بود که هم دوره‌هایش از بازی‌های خوب او تمجید می‌کنند و من با تشویق ایشان به سمت فوتبال رفتم. در آن سال‌ها که همسن و سال‌های من سوار بر لنج به صیادی می‌رفتند، من در هوای گرم بوشهر در زمین‌های خاکی فوتبال تمرین می‌کردم. مهدی فوتبال را به صورت جدی از سال 1377 وقتی 6 ساله بود زیر نظر پدرش در مدرسه فوتبال صدا و سیما شروع کرد و در سال 1381 وارد تیم جوانان برق بوشهر شد.